برات سوال شده که داروها چطوری کار میکنن؟ اکثر داروها به 5 شکل به بدن ما کمک میکنن. دسته اول مثل پیغام رسان یا کلید عمل میکنن. میرن میچسبن به گیرنده های خاص بدن و یه واکنش رو روشن یا خاموش میکنن، مثل داروهای خواب‌آور یا ضد اضطراب. دسته دوم سیگنال درد رو قطع میکنن. انگار سیم تلفن بین محل درد و مغز رو قطع کنن تا سیگنال درد منتقل نشه، مثل بعضی از مسکن‌ها. دسته سوم مستقیم میرن سراغ دشمن، میزنن باکتری رو له میکنن یا جلوی رشدش رو میگیرن، مثل آنتیبیوتیک ها و داروهای ضد سرطان. دسته چهارم مثل مربی هستن، سیستم ایمنی رو آموزش میدن تا وقتی دشمن واقعی اومد بتونه سریعتر واکنش نشون بده، مثل واکسن ها. و آخرین دسته تعمیرکار بدنن، میرن هرچی کمه یا از تعادل خارجه رو تنظیم میکنن، مثل ویتامین ها، هورمون ها یا داروهای کنترل قند و فشار. خلاصش این که دارو یا پیام میفرسته یا سیمو قطع میکنه یا دشمنو میزنه یا بدنو آموزش میده و یا خرابی‌ها رو تعمیر میکنه. که میخوای بیشتر درباره کارکرد داروها حالا برات سوال شده که داروها چطوری کار میکنن؟ اکثر داروها به 5 شکل به بدن ما کمک میکنن. دسته اول مثل پیغام رسان یا کلید عمل میکنن. میرن میچسبن به گیرنده های خاص بدن و یه واکنش رو روشن یا خاموش میکنن، مثل داروهای خواب‌آور یا ضد اضطراب. دسته دوم سیگنال درد رو قطع میکنن. انگار سیم تلفن بین محل درد و مغز رو قطع کنن تا سیگنال درد منتقل نشه، مثل بعضی از مسکن‌ها. دسته سوم مستقیم میرن سراغ دشمن، میزنن باکتری رو له میکنن یا جلوی رشدش رو میگیرن، مثل آنتیبیوتیک ها و داروهای ضد سرطان. دسته چهارم مثل مربی هستن، سیستم ایمنی رو آموزش میدن تا وقتی دشمن واقعی اومد بتونه سریعتر واکنش نشون بده، مثل واکسن ها. و آخرین دسته تعمیرکار بدنن، میرن هرچی کمه یا از تعادل خارجه رو تنظیم میکنن، مثل ویتامین ها، هورمون ها یا داروهای کنترل قند و فشار. خلاصش این که دارو یا پیام میفرسته یا سیمو قطع میکنه یا دشمنو میزنه یا بدنو آموزش میده و یا خرابی‌ها رو تعمیر میکنه. که میخوای بیشتر درباره کارکرد داروها